به هممون گفتن برای جذب خواسته و آرزوهامون چشامونو ببندیم، تجسمش کنیم، تصویرشو بسازیم، مدیتیشن کنیم، بخواهید تا به شما داده شود. ما میایم چشامونو میبندیم، تصویر سازی میکنیم، تجسمش میکنیم، میخوایم، ولی وقتی چشامونو باز میکنیم میبینیم نداریمش. حس ناامیدی بهمون دست میده، خسته میشیم از نداشتنش. حالا باید چی کار کنیم؟ راه حلش چیه؟ چطوری میتونیم بسازیم؟ چطوری میتونیم خواسته هامون رو جذب کنیم؟ تو این ویدیو میخوام چند تا از مصاحبه های دکتر جو دیسپنزا رو با هم بررسی کنیم که کمکمون کنه که مسیر جذب خواسته رو به راحتی درک کنیم و بتونیم اون مسیر رو راحت بسازیم و زودتر به خواسته هامون برسیم. آخر ویدیو هم یکی از مصاحبه هاشو با هم بررسی میکنیم که بهمون میگه چطور سخت افزار ذهنمون رو عوض کنیم تا بتونه برای ما نقشه راه بکشه. پس تا آخر این ویدیو با دقت همراه هم باش که میتونه خیلی کمک کنه که سریع جذب خواسته داشته باشی. دکتر جو دیسپنزا توی یکی از مصاحبه‌های تلویزیونیش میگه کاری که اکثر مردم میکنن اینه که میگن من این خونه رو میخوام، این ماشین رو میخوام، رابطه جدید میخوام، بعد اونو تجسم میکنن. اما وقتی اونو تجسم میکنن هرگز با این احساس که اگر این اتفاق بیفته چه احساسی خواهند داشت نمیتونن ارتباط برقرار کنن. آنها در احساس هیجان در زمان وقوع آن هیپنوتیزم شدند. بنابراین ممکنه کمی تصویرسازی کنن، کمی مدیتیشن کنن و چشمانشون رو باز کنن و حواسشون و شرایط به اونا بگه اون چیزی که تجسم کردن اصلا اونجا نیست. پس چه میکنن؟ ناامیدی بیشتر را تجربه میکنن. خب حالا باید چیکار کنیم؟ چجوری بتونیم مدیتیشن، تصویرسازی و اون تجسم خواستمون رو داشته باشیم که بتونیم به دستش بیاریم؟ ما میخوایم خیلی زودتر از اون چیزی که حالت معمولی دنیای فیزیکی به ما میگه، جهان سه‌بعدی داره به ما میگه، بتونیم خواسته‌هامون رو به دست بیاریم. ولی وقتی که ما این کارا رو داریم میکنیم و چشمامون رو باز میکنیم و میبینیم نیست، احساس سرخوردگی، احساس بد بهمون دست میده. چرا؟ چون داریم تو این دنیای سه‌بعدی دنبال اون خواسته‌ای که بالاتر از این دنیای سه‌بعدی دنبالش میگردیم. حالا دکتر جو دیسپنزا اینجا چی میگه؟ میگه اگه میخواین واقعا به خواستتون برسین چشمان خود را ببندین. اگر واقعا میخواین تغییر کنین چشمانتون رو ببندین، از محیط اطراف جدا شوید، اونقدر آروم بشینید تا بدنتون از انجام هر کاری دست بکشه. حالا به بدن خود از نظر احساسی آموزش بدید که اون آینده قبل از اینکه اتفاق بیفته چه حسی داره. ما واقعا اگه قراره یک چیزی رو به دست بیاریم که نمیتونیم هی مدام بیایم تصویر سازی کنیم، مدام بیایم مدیتیشن کنیم. باید اگه همونم انجام میدیم درست و اصولیش رو انجام بدیم. باید اونو اینقدر تکرار کنیم تا بدنمون یاد بگیره چه احساسی داره بعد از رسیدن به اون خواسته. دکتر جو دیسپنزا در ادامه این مصاحبهش میگه شما باید در احساس اون آینده بمونین تا با اون سرنوشت هماهنگ بشین. این یعنی چی؟ یعنی اینی که من باید بارها و بارها تو اون احساسه بمونم. اگه دارم مدیتیشن میکنم اینجوری چشامو نبندم، خب تموم شد سریع بخوام بیام بیرون. نه، باید اون احساس رو با تمام وجودم درک کنم، اینقدر که اصلا مورمون بشه از احساس اون واقعی بودنه. ولی بچه‌ها ضمیر ناخودآگاه ما چیکار میخواد بکنه؟ هی میخواد به ما ثابت کنه دیدی تمرین انجام دادی نشد، دیدی نمیشه، دیدی نمیتونی، تو نمیتونی. چجوری با این شرایط تو، با این شرایط خانواده، با این شرایط این کشور بخوای اون خونه رو بخری؟ باید نمیدونم 20 سال حقوق تو جمع کنی. میخواد هی ما رو بیاره تو دنیای فیزیکی، تو دنیای مادی و این نمیشه. خیلی از شماها توی مشاوره‌های خصوصی که با هم داشتیم یا توی کامنت‌ها یا دایره که اومدین پرسیدید آقای خاکپور من 2 هفته است دارم این کارو انجام میدم، 1 ماه دارم انجام میدم، چرا هیچ فرقی نمیکنه؟ هیچی فرقی نمیکنه چون بدنت یاد نگرفته اون احساس رو تجربه کنه. و در ادامه قرار یاد بگیریم که چطور میتونیم به بدنمون آموزش بدیم تا اون حس رو یاد بگیره و چطور اصلا قرار از قانون جذب استفاده کنیم برای اینی که زودتر به خواسته هامون برسیم. دکتر دیسپنزا میگه تطابق ارتعاشی بین انرژی شما و پتانسیلی که در جهان هستی وجود داره باید به وجود بیاد. دیگه لازم نیست به جایی برین تا اونو به دست بیارید.
شما شروع به جذب رویدادها و تجربیاتی میکنید که به سمت شما میآیند و آنها به گونه‌ای میآیند که نمیتوانید پیش بینی کنید. تو ویدیوهای قبلی گفتیم شما وقتی با خواستت هم ارتعاش میشی، چیزیه که الان دکتر جو دیسپنزا گفته، با خواستت هم ارتعاش میشی، باش برخورد میکنی. خواسته ما تو جهان هستی هست، ما باید برخورد کنیم، ما باید بریم تو اون مدار ارتعاشی انقدر بچرخیم تا با اون برخورد کنیم. اینجا یعنی چی؟ یعنی من باید یه کاری بکنم. بهتون قبلا گفتم تلاش لازمه، باید یه تلاشی بکنیم، تلاش فیزیکی سخت نه، یک تلاش هوشمندانه که بریم تو اون مدار تا باش برخورد کنیم. اون پتانسیل هست، من باید به اون پتانسیل، به اون مدار ارتعاشی، به اون ارتعاش، اون خواسته برسم تا باش برخورد کنم، تا ببینمش، تا بتونم توی زندگیم تجربهش کنم. حالا قانون جذب چطوری میتونه به ما کمک کنه؟ قبل از اینکه توضیح بدم این موضوع رو، حتما همین الان این ویدیو رو لایک کنید تا بررسی کنیم که قانون جذب چطوری میتونه ما رو هدایت کنه به سمت رسیدن به اون خواسته. بچه قانون جذب چطوری بگم؟ مثل یک طنابه که سرش یکی از این چنگک‌ها یا قلابه، ما میچرخونیم، پرتاب میکنیم، به خواستمون میچسبه و ما باید بریم به سمت اون خواسته. پس ما اون طناب رو پرتاب میکنیم به سمت خواسته و باید تلاش کنیم، ولی تلاش در راه رسیدن به اون خواسته. اکثر ماها اینه که این طناب رو پرتاب میکنیم، خواستمون هست، ناخواستمون هم هست، گیر میکنه به ناخواستمون. میدونین چرا؟ چجوری میتونیم بفهمیم؟ با احساس. ما اگه احساسمون خوب باشه، احساسمون و هدفمون تو یک راستا باشه، ریشه احساسیمون درست باشه، در مورد خواستمون کار کنیم، فکر کنیم، توجهاتمون رو بذاریم رو خواستمون، کارهای متفاوت انجام بدیم، اون وقت اون طنابی که ما داریم پرتاب میکنیم که سرش اون چنگک هست به خواستمون وصل میشه. اکثر ما داریم چیکار میکنیم؟ داریم اون طنابه رو پرتاب میکنیم ولی نمیدونیم که داریم ریشه احساسیمون رو جذب میکنیم. پس شرط اینه که قانون جذب درست بتونه ما رو به هدفمون برسونه، کمک کنه که ما تو مسیر درست رسیدن به اون خواسته قرار بگیریم، هدایتمون کنه به سمت اون خواسته، نه به سمت ناخواسته. احساس و ریشه احساسی ماست که ما رو در مسیر درست قرار میده. رفقا بذارین یک چیز مهمی رو بهتون بگم همین الان که اکثرا من از بقیه که میپرسم نمیتونن جواب درست بدن. ما از قانون جذب برای چی داریم استفاده میکنیم؟ از هر کی که من میپرسم این جواب میده: برای رسیدن به خواسته ها و آرزوهامون. و این غلطه. ما هر لحظه داریم ارتعاش خواسته هامون و ناخواسته هامون رو میدیم. ما از قانون جذب استفاده میکنیم برای ایجاد احساس خوب. 2 مرتبه میگم، ما از قانون جذب استفاده میکنیم برای ایجاد احساس خوب. یعنی چی؟ یعنی من الان ندارمش، الان تو زندگیم نیست، حالا بیام از تصویرسازی، عبارتهای تأکیدی، سناریو نویسی، سوال درست پرسیدن استفاده میکنیم که احساس خوب ایجاد کنیم، احساس داشتن ایجاد کنیم، هرچند که الان تو زندگیمون نیست. مثالی که قبلا زدم، ما ماشینی که میخوایم تو پارکینگ هست، الان میخوایم اون تصویرسازی رو بکنیم که اون احساسه رو بسازیم، احساسمون خوب بشه. وقتی یک شرایط سختی داریم، وقتی که به ناخواسته خوردیم، وقتی که اون چیزی که میخوایم نیست، رابطه عاطفی نیست، باید از این قانون استفاده کنیم، از قانون جذب استفاده کنیم تا اون احساس رو بسازیم. هنر نیست وقتی که من پول هست، رابطه عاطفی خوب هست، سلامتی هست، احساسم خوب باشه. این که کار هر کسی، هر بچه‌ای هم میتونه این کار رو انجام بده. ما قراره از این قانون برای ایجاد احساس خوب استفاده کنیم. پس این روش ها رو داریم یاد میگیریم که احساس اون رو بتونیم خوب کنیم. چیزی که قرار ما رو به خواسته هامون برسونه حس نیاز نیست، اینه که فقط من اونو بخوام. اون چیزی که کمک میکنه من به خواسته هام برسم احساسه. احساس چیزی که الان ندارمش ولی دارم تو ذهنم تصورش میکنم، چیزی که الان تو زندگیم نیست ولی من دارم تو ذهنم باش زندگی میکنم، ادای داشتنشو در میارم. ما قراره با قانون جذب اون احساس رو بسازیم. همونی که قبلا هم گفتیم و در ادامه میگیم، جو دیسپنزا میگه به بدنتون یاد بدین اون آینده‌ای که قراره بهش برسه چه احساسی داره، که چی بشه،
که اون نورون‌های ذهنی، مسیرهای عصبی جدید ایجاد بشه، که از لحاظ احساسی به اون احساس جدید عادت کنی، باورش کنی، اون هورمون‌ها و اون مواد شیمیایی تو خون ترشح بشه و وقتی به اون هورمون‌ها عادت کردی، یه جورایی معتادش شدی، اون مسیر جدید قوی و قطورتر میشه و دیگه تو از اون مسیر جدید عصبی فکر میکنی، رفتار میکنی و اون شخصیت برات ساخته میشه تا به اون هدف برسی. مثالاش هم تو ایرانی ها فکر میکنم خیلی ها این مصاحبه آقای سروش جمشیدی رو دیدین. بچه اومد مصاحبه کرد، گفت زمانی که من هیچی نداشتم، هیچکی منو نمیشناخت، پول هم حتی نداشتم که خونه بیرون برم، صبح که بیدار میشدم ادای اینو در می آوردم، یک عالمه فیلمنامه و سناریو اومده من میخونم و رد میکنم. بعد تاکید میکنه، میگه من پول نداشتم، اصلا هیچکی منو نمیشناخت، ولی من ادای اینه که این فیلمنامه ها رو میخونم، میگم نه از این خوشم نیامد، رد میکنم، فیلمنامه بعدی رو میخونم. این یعنی چی؟ یعنی برو اون آینده‌ای که دوست داری اتفاق بیفته اونجوری رفتار کن، به بدن یاد بده چه احساسی داره تا بهش برسی. اون به اون بدنش یاد میداده اون احساس مالکیت، اون احساس اینی که پر از فراوانی، پر از فیلمنامه است، اون ادا رو در می آورده، پس اون احساس ساخته می شده، پس الان جزء هنرپیشه‌های مشهور کشور ماست. یکی از مصاحبه‌های دیگه دکتر جو دیسپنزا اینو خیلی قشنگ بیان میکنه. دکتر جو دیسپنزا میگه وقتی چشاتو میبندی و تصور میکنی که وقتی چشاتو باز کنی چه کسی میخوای باشی، مغزت شروع میکنه به نصب سخت افزارهای عصبی برای اینی که انگار قبلا اون کار رو انجام دادی. حالا مغز که معمولا یک ضبط کننده گذشته است تبدیل میشه به یک نقشه برای آینده که اگه این کار رو ادامه بدی این سخت افزار تبدیل میشه به یک برنامه نویس نرم افزار و تو شروع میکنی به انجام رفتارهای متفاوت. تو ویدیوهای قبلی گفتیم اگه قرار اتفاقات جدید رو جذب کنیم باید از لحاظ شخصیتی به آدم جدید تبدیل بشیم، من گذشته نباشیم، یک من جدید باشیم. پس وقتی که ما مغزمون رو بارها و بارها میبریم اون جایی که به اون خواسته رسیده و اون اتفاقی که میخوایم افتاده و اون مسیر عصبی جدید رو ساختیم، انگار سخت افزار مغز رو دستکاری کردیم، یه سخت افزار جدید رو مغز کار گذاشتیم، پس اون سخت افزار نرم افزار و برنامه‌های جدید برای ما میسازه، کمک میکنه ناخودآگاه ما دیگه متفاوت فکر کنه، دیگه از این مسیر جدیده فکر کنه. فکر کنین حالا ما ناخودآگاه متفاوت فکر میکنیم، چه اتفاق بزرگیه. پس ناخودآگاه جذب‌های بزرگ قرار داشته باشیم. در ادامه تو مصاحبهش میگه و اگه بتونی به بدنت از نظر احساسی یاد بدی که آینده چه حسی داره، دیگه منتظر نمیمونی تا ثروتت زیاد بشه تا احساس فراوانی کنی، یا موفقیت زیاد بشه تا احساس قدرت بکنی، یا رابطه جدید داشته باشی تا عشق و احساس کنی. در واقع لحظه‌ای که احساس فراوانی میکنی داری ثروت تولید میکنی، لحظه‌ای که قدرت رو در آغوش میگیری داری به سمت موفقیت قدم برمیداری، لحظه‌ای که عاشق خودت و زندگیت میشی شروع میکنی به خلق چیزهای برابر تو زندگی. اینه که باعث تغییر تو زندگیت میشه و بهش اثر میذاره. این یعنی چی؟ یعنی اینه که ما میایم برابر با فرکانس اون خواسته میشیم. احساس ما میگه که اون مسیر درسته، ریشه احساسی ما با خواستمون یکیه. یعنی من ثروت میخوام، ریشه احساسیم، باورهام و تمام توجهم رو ثروته. اینی که دنیا پر از ثروته، پر از فراوانیه. من رابطه عاطفی میخوام، به باور، ریشه احساسیم، حسم، توجهم، تمرکزم رو روابط خوبه. چقدر دختر و پسر خوب زیادن، چقدر روابط عاشقانه زیاده، چقدر دنیا رابطه عاشقانه داره. پس من هدایت میشم به اون شخص، اونجا، اون مکانی که اون رابطه احساسی رو ببینم. یه مهمونی دعوت میشم، میرم یک جایی، یک فکری میاد، یک ایده میاد که من برابر اون احساس و ریشه احساسی رو بتونم درک کنم، جذب کنم، بیا تو زندگیم. این طناب خواستم رو میندازم، قلابش بند میشه به اون خواسته، نه به ناخواسته.
پس ما با احساس، با اون توجه و تمرکز، با اون تصویرسازی ها، با اونی که به بدنمون آموزش دادیم اون آینده چه احساسی داره، قلاب ما قطعا به اون خواسته وصل میشه و ما هدایت میشیم به اون سبب. کاری نمیخواد بکنیم، دنیا سر راه ما قرار میده، ما یک تلاش فیزیکی کوچیک میکنیم تا اونو ببینیم، تا باش برخورد کنیم. چون نمیخوام تایم این ویدیو زیاد بشه، ادامهش رو تو ویدیوی بعدی میگم که یک مصاحبه از دکتر جو دیسپنزا رو میخوایم با هم صحبت کنیم که میگه چطور شرایط محیطی میتونه فوق‌العاده تأثیر بذاره توی رسیدن ما به خواسته هامون، که یک تحقیقی که دانشگاه هاروارد انجام داده رو اومده بررسی کرده و اینکه چطور هم میدان کوانتومی استفاده کنیم برای رسیدن سریع به خواسته هامون. پس همین الان کانالمون رو سابسکرایب کنین، زنگوله رو فعال کنین و از این ویدیو حمایت کنین تا زنجیره عشق باشین، تا خیر و برکتش تو زندگیمون هم بیاد و ویدیوی بعدی رو از دست ندید. همین الان بیا تو کامنت برای من با عشق، با باور، با قدرت بنویس که من قطعاً به آرزوهام میرسم و مطمئن باش که نتیجه این باور رو خیلی زود تو زندگیت میبینی.